مثنوی معنوی شرح جامع از کریم زمانی. مقدمه مؤلف. آن که بود از جهان همیشه جهان. گفتاری چهارم. مقدمه مثنوی معنوی. به نام خداوند بخشاینده مهربان. این است کتاب مثنوی و آن کتاب است در برگیرنده اصول اصل‌های دین در کشف اسرار وصول به حق و یقین. و این کتاب فقه اکبر و آیین نکو و روشن و دلیل آشکار و متقین خداوند است. مثل نور آن همچون چراغدانی است، در آن چراغ تابان پرتو بیفشاند درخشانتر از روشنی بامدادان. و این کتاب باغ دلهاست، انبوه از درختان و آکنده از چشم ساران حکمت و معرفت. و از جمله آنها چشمه است که پیروان این راه و مرام سلسبیلش نامیده‌اند. و در نزد اصحاب مرتبت و ارباب کرامات بهترین جایگاه و نکوترین رامشگاه است. نیکان از آن خورند و نوشند و را شادگان از بند هوا نیز از آن شادمان و پرنشاط. و این کتاب برسان رود پرآب و نیل در سرزمین مصر است و شراب است برای آنانی که بر حکم حق گردن نهاده و صبر پیشه کنند. و حسرت و حرمان است بر فرعونیان و کافران، چنان که حق تعالی فرمود بدان بس را گمراه کند و بس را بر راه راست آرد. و این کتاب صفای بیماری های روحی و زداینده اندوها و گشاینده رازها و آشکارا کننده اسرار و حقیقت های قرآنی و فراخی دهنده روزی و رزق معنوی و پیراینده اخلاق از هر زشتی و پلیدی است. این کتاب به دستهای فرشتگان نوشته و گرامیان عالی مرتبه نوشته شده است و آنان تبهکاران را از نزدیک شدن به اسرار و حقیقت‌های آن باز می‌دارند، مگر آنانی که از زشتی و پلیدی پاک و پیراسته باشند. باطل کننده نیست ورا، نه کتاب پیشین و نه کتاب پسین. و حق تعالی این کتاب را از هر آسیب و گزن نگه دارد که اوست بهترین نگهبان و اوست مهربان ترین مهربانان. و جز آن لقب‌هایی که برشمردیم، حق تعالی لقب‌های دیگری نیز بدین کتاب داده است، لیکن ما به همین مقدار اندک بسنده کردیم، زیرا که اندک بر بسیار و جرعه بر برکه و مشت بر خرمن انبوه دلالت کند. چون این گویند این بنده ناتوان نیازمند به رحمت حق تعالی محمد پسر محمد پسر حسین بلخی که حق تعالی این کتاب مثنوی را از او قبول کند. کوشیدم در تطویل و بسط مثنوی منظوم که در بردارد مطلب نغز و نکته های شریف و پرمغز و سخنان روشن و صدفهای ناسفته گفتار. و این مثنوی راه رویش پارسیان و مرغزار پرستشگران است. این کتاب عباراتی کوتاه و پرمعنا دارد. آن را فراهم آوردم و به درخواست سرور و یار غارم که به منزله روح و جان و ذخیره امروز و فردای من است و هموست آن شیخ کاملی که سرمشق عارفان و پیشوایان هدایت شدگان و یقین کنندگان، فریاد رسی مردمان و امانت دار دلها و خردها و امانت خدا در میان آفریدگان و بنده گزیده او در میان دیگر آفریدگان است و از زمره سفارش‌های خداوند و پیامبرش و اولیای پنهان صوفی است. کلید گنجخانه عرش، امانتدار گنجینه فرش، دارنده فضیلت‌ها و مکارم، شمشیر حق و دین، حسن فرزند محمد فرزند حسن معروف به زاده اخی ترک بایزید، زمان و جنید دوران، زاده راستگو، خدا از او و از آنان خوشنود باد. اصل و ریشش از شهر ارومیه و تبارش به شیخ بزرگوار رسید که گفت: شب را در حال بسر بردم که کردی ساده بودم
و بامدادان که شد عربی با فضل شدم. خدا روح او را ارواح خلیفه او را پاک دارد که پیشینیان و پسینیان پس نکو دارد. حسام الدین را تبار بزرگ است که خورشید از فروغ و عظمت آن شرمسار شده و ورا حسبی است که از انوار تابان ستارگان در برابر درخشندگان آن کم فروغ شده‌اند. درگاه این بزرگواران و محتشمان پاینده بادا که همراه قبله مشتاقان و کعبه عامل شیفتگان است و مطاف نیکان و مزار نیکان و ایدون باد تا آن دم که ستاره فروزد و خورشید تابد تا اینکه پناهگاه خردمندان ربانی و فریختگان روحانی و عرشیان آسمانی گردد. اینان خردمندانی هستند که هرچند آکنده از اسرار حقند ولی مهر خاموشی بر لب دارند و با اینکه از نظر زمینیان غایب و محجولند ولی در نزد آسمانیان حاضر و معروف. اینان شاهان ژنده‌پوشند و اشراف قبیله ها و اصحاب فاضلان و انوار دلیل ها. اجابت فرما پروردگار جهانیان. این دعا در درگاه الهی مردود نشود، زیرا فایده و منفعت آن شامل همگان گردد و حمد و ستایش از آن پروردگار جهانیان است و درود خدا بر بهترین آفریدگان او محمد و خاندان پاک و پاکیزه‌اش. دیباچه. بشنو از نی چون حکایت می کند، از جدایی ها شکایت می کند. از این نی بشنو که چگونه از فراق سخن می گوید و از جدایی ها و ایام هجران شکوه می کند و از ایام و هجران شکوه می کند. نی تمثیلی است از انسان کامل و ولی الاصل. این که نی رمز از وجود انسان تلقی شود پیش از مولانا هم در نزد صوفیان معمول بوده است. از آن جمله شیخ احمد غزالی در رساله بوارق یک جا به نی قصب اشاره می کند و آن را رمز از ذات انسانی می شمارد. همچنین در حدیقه سنایی و در زیل اوحدین رازی بر سیر العابد سنایی هم اشاره های به درد و سوز نی و ارتباط آن با احوال انسانی است. شارحان مثنوی منظور از نی را انسانی کامل دانستند. از آن جمله عبدالرحمن جامی و یعقوب چرخی و اسماعیل انقروی نیکلسون با الهام از شارحان پیشین میگوید تردید کرد که نی به طور کلی روحی ولی یا انسان کامل را می نامند که به سبب جدایی خود از نیستان، یعنی آن عالم روحانی که در مرتبه پیش از وجود مادی آنجا وطن داشت نالان است و در دیگران نیز همین اشتیاق را به وطن حقیقیشان زنده می سازد. دیگر این که نی به خصوص در اینجا یا کنایه است از حسام الدین که شاعر با او عارفانه یکی است یا نشانی است که از خود شاعر وجودش از نفخه الهی پر است و آن را در قالب نغمه و ترانه جاری می سازد. این استعاره هم در دیوان شمس و هم در مثنوی معنوی فراوان آمده است. در اینجا مناسب است که پیرامون اصطلاح انسان کامل توضیح به اختصار آورده شود. بحث انسان کامل یکی از پردامنه‌ترین بحث‌های عرفانی است که با عرفان و تصوف ابن عربی قرین شده است و از این پس این تعبیر در میان اهل عرفان و تصوف رواج یافت تا بدانجا که رسالت مفرده در این باب نگاشته شد. ابن عربی در فصوص الحکم
فص آدمی به نحو مبسوطی در این زمین بحث کرده است. او انسان را کون جامع می داند، زیرا کون در اصطلاح عرفا عبارت از عالم هستی است، یعنی انسان زبده و سلفه هستی است و انسان در واقع روح عالم و عالم جسدی اوست، یعنی جهان بدون در نظر گرفتن انسان کالبد است، مرده و جامع. از این رو ابن عربی می گوید بدین سان انسان کامل را نسخه تامه عالم دانستند، چنان که عزیزالدین نصفی گوید بدان که هر چیزی که در عالم کبیر اثبات می کنند باید که نمودار آن در عالم صغیر باشد تا آن سخن راست بود. از جهت آن که عالم صغیر نسخه و نمودار عالم کبیر است و هر چیز که در عالم کبیر هست در عالم صغیر نمودار این است. شیخ محمود شبستری در بیان مقام انسان کامل می گوید یکی ره برتر از کون و مکان شو، جهان بگذار و خود در خود جهان شو. شیخ محمد لاهیجی از عرفان قرن نهم در توضیح بیت فقه می گوید به اندک انسان منتخب و نسخه جمیع عوامل روحانی و جسمانی است. ابن عربی می گوید نسبت انسان به حضرت حق تعالی نسبت مردم که چشم است با چشم و دیدن بدان حاصل آید. اما نشانه ها و ویژگی های انسان کامل را این گونه گفتند: انسان کامل آن است که او را 4 چیز به کمال باشد: قول نیک، فعل نیک، اخلاق نیک و معرفت. تشبیه انسان کامل به نی از آن روز که درون او از تعلقات دنیوی و هواهای نفسانی خالی است. همانطور که نی تو پر دم نایایی را منعکس نمی کند، انسان هم که درونش آکنده از حواجز نفسانی و تعلقات دنیوی باشد نمی تواند دم الهی را منعکس کند. مولانا در این بیت فراق انسان از اصل خود را با بیان تمثیل و محیج بازگو کرده است. صورت مشهور بیت مورد بحث است: بشنو از نی چون حکایت می کند، از جدایی ها شکایت می کند. ولی در نسخه های خطی صده 17 بخصوص نسخه معتبر و عتیقه قونیه بدین صورت آمده است: بشنو از نی چون شکایت می کند، از جدایی ها حکایت می کند. مرحوم نیکلسون وقتی که به نسخه های صده 7 دست یافت، روایت قدیمی و غیر مشهور بیت اول مثنوی معنوی را نیز در شرح خود آورد. با وجود آنکه اسناد معتبر صحیح روایت غیر مشهور بیت یاد شده را تایید می کند، روایت مشهور آن مولوی وارتر است و به دلیل بیشتر می نشیند. الله الاعلم. که از نیستان تا مرا ببریدن، در نفیرم مرد و زن نالیدن. از همان روز که مرا از اصل و خواستگاهم نیستان جدا کردن، مرد و زن در ناله های من ناله های جانگذار خود را سر دادند، یعنی همراه من از درد فراق نالیدند. با آنکه معنی بیت ساده و روان است، ولی جمع از شارحان آن را به سنگلاخ تعویلات دشوار و خم اندر خم بردند. از آن جمله گفتند که مراد از نیستان اعیان ثابته و ماهیت است. جامی، انقروی، اکبرآبادی و حکیم سبزواری بر این نهج رفتند. بعید است که مولانا چنین مقصودی گنگ و مبهم را اراده کرده باشد. منظور بعد از وقتی که روح لطیف آدمی از مرتبه الهی به این جهان مادی بازگشت کرد، سخت غمگین است و اشتیاق دارد که به اصل خود رجوع کند. سینه خواهم شرح از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق. دلی می خواهم که از درد سوز و فراق پاره پاره شده باشد، تا برای چنین دل از درد اشتیاقم به وصال سخن بگویم. مسئله عرفانی و روحانی را فقط از طریق تجربه های درونی می توان دریافت، زیرا کمیت الفاظ و عباره ها در انتقال این احوال لنگ است. هر کسی که دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. هر کس که از اصل و مبدأ خود دور افتاده باشد، سرانجام
به تکاپو می افتد و روزگار و وصال خود را می جوید تا بدان نائل شود. این بیت سیر کمال موجودات بخصوص انسان را بیان داشته است. مولانا در یکی از آثار منصور خود می گوید عجیب صعب و دشوار و غریب آن باشد که قطره تنها مانده در بیابان، کهسار یا دهان غار یا در بیابان، بیزنهاری از آرزوی دریا که معدن آن قطره است. آن قطره بی دست و پا تنها مانده بی پا و پا افزار، بی دست و دست افزار از شفق دریا یار بی مدد سیل و یاری غلطان شود و بیابان را می برد. به قدم شفق سوی دریا می تواند بر مرکب زفق. رجوع به مبدأ دو نوع است، یکی رجوع اختیاری و دیگری رجوع اجباری. رجوع اختیاری آن است که سالک با ارشاد انسان کامل طریق تصفیه را پیماید و به تهذیب نفس رسد و حقیقت را شهود کند، ولی رجوع اجباری فقط با مرگ و فنای کالبد عنصری تحقیق یابد. من به هر جمعیت نالان شدم، من به هر جمعیت نالان شدم، جفت بدحالان خوشحالان شدم. من برای اینکه همدم و همراز پیدا کنم و درد فراق را با او در میان بگذارم، در میان هر جمعیت حاضر شدم و ناله ها کردم. هم با آنان که حال نازل دارند حش و نش کردم و هم با آنان که حال عالی دارند. بدحال به معنی بیمار و تبهروز و غمگین است و مجازاً به کسی گفته می شود که حالات قلبیش نازل باشد، اما خوشحال به معنی شادمان و نیک بخت است و مجازاً به کسی گفته شود که حالت قلبیش عالی و شکوهمند باشد. اکبر آبادی گوید مراد از جمعیت مجلس است. مستمعان دو قسمند، خوشحال و بدحال. خوشحال آن کس است که با استماع نغمه در معرفت و حضور برای او گشوده گردد و بدحال کسی است که فسق و فجور در باطنش پیدا شود و یا محبت مال و جاه در طبیعت او هویدا گردد. حکیم سبزواری معتقد است که چون انسان کامل مظهر جمع سما و صفات الهی است و صفت قهر و لطف را توأما دارد، پس با همگان اعم از صالح و طالح معاشرت کند. هر کسی از ظن خود شد یار من، از درون من نجوست اسرار من. هر کس از روی وهم و گمان خود با من یار و همراه شد، ولی هیچ کس از اسرار درون من واقف نشد. ظن و گمان حرامیان طریق سالکان و اهرمیان سبیل طالبانند. اگر سالک نتواند از کمند این دزدان راه برهد، به منزلگاه حقیقت نرسد. از این رو حضرت سبحان در کتاب قرآن ظن و گمان را وافی به حق نمی داند. رجوع شود به آیه های 36 سوره یونس و آیه 28 سوره نجم. یکی از عارفان می گوید از ظن خیال زائد و یقین به جانب شهود گرایید. استاد فروزانفر در شرح این بیت دو وجه را بیان می کند. اول اینکه نهی را حمل به ظاهر می کند و می گوید ممکن است شکایت نهی فرض شود از آن جهت که هر مستمع آهنگ و نوای موسیقی را طبعاً بر حال خود تطبیق می کند و تا این تطبیق صورت نپذیرد لذت نمی برد، در صورتی که هدف موسیقی ممکن است از آن عالی تر باشد. وجه دومین که نهی را در معنای استعاری مطرح می کند و می افزاید و اگر شکایت مولانا را هم فرض کنیم درست است، زیرا مولانا را مردم روزگار وی به خوبی نمی شناختند. منکران کوردل بر روش او معترض بودند و محضرها در قدح او می پرداختند و نهی و سما را بدعت می شمردند و یاران او نیز در شناخت درجه و مقام معنویش یکسان نبودند و هیچ کس حقیقت او را چون شمس تبریز و صلاح الدین و حسام الدین که یاران گزیده او بودند در نیافته بود. حکیم سبزواری در شرح بیت فوق کلام موجوز و عمیق دارد. او معتقد است که هر کس به اندازه ظرفیت وجودیش از معرفت حضرت حق تعالی بهره‌مند می شود
لیکن انسان کامل به جهت آن که آینه تمام نمای حضرت سبحان است مجال کامل اسما و اصفای حق می شود و در روز محشر حق بر عمق بشر تجلی می کند. این تجلی بر حساب درجه قریب بنده به حق شدت و ضعف دارد. شهداءالله شیرازی نیز در توضیح بیت فوق می گوید اما هر کس پی به اسرار من که مشتمل است بر احوال وصال و فراق نمی برد و به ظن خود که نمناسب اسرار من است خیال می بندد و نمی داند که ظن مفید حق علم نیست.